موفقیت و پیشرفت حیاتی جامعه از سالمی خلق و ملت سرچشمه میگیرد، زیرا جامعه سالم جوهری هستی و ادامه تشکل و بقای ملت شناخته شده. مساعدت به سالمی جامعه در مرکز توجه قرار دارد. با در نظر داشت مساعدت به سالمی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت، حکومت کشور به ساحه تندرستی اعتبار همه‌جانبه ظاهر نموده و با پیاده نمودن برنامه‌های دولتی رشد تندرستی شرایط مساعد و سطح بهتری خدمت رسانی را بهبود بخشیده ایستاده است. تطبیق برنامه کفالت دولتی ساحه تندرستی در شهر استراوشن امکان دسترسی با تجهیزات معاصر بهداشت خدمت رسانی مساعدت نمود. در این مرکز طبیبانی درجه عالی، جهازات زمانوی تامین شدگی از آن جمله فگیس، اولتراسادوی زمانوی، رنتگنوگرافی هست است. شعبه‌های جراحی هستند. جراحان و طبیبان شکسته‌بند فعالیت می‌برند. از طبابت‌های زمانوی حاضر سمت شکسته‌بندی به جراحی‌های اندوپراتز کنونی بخم‌های کاسون ران‌ها نیز به راه مانده شدگی از اینها 3-4 سال اخیر ناحیه‌های همسایه از آن جمله ناحیه‌های شهرستان، ظفرآباد و دیوشتیج نیز مراجعت می‌کنند. برابری مؤسسه‌های طبی دولتی طب خصوصی نیز رشد می‌کند. با فراهم آوردن شرایط برای صاحبکاران و متخصصان در منطقه و مرکزهای نوی تشخیصی و طبابتی ارز هستی می‌نماید. مرکز تشخیصی و طبابتی با دستگاه تجهیزات اولین درجه طبابتی و تشخیصی مجهز گردانده شده، طبیبان بلند اختصاص به کار جلب کرده شدند. مرکز برای 60 کت بستری فراگیری همه شرایط و امکانات‌ها برای مزاجان بنیاد یافته، طبابت گیاه درمانی از عامل‌های خدمت رسانی بلند پزشکان و سالمی ساکنان است. در طبابتگاه شفای کامل من طبابت گرفته ایستاده‌ام. درد پوچک اذیت میکشم. برای همین من از اینجا طبابت گرفته احوال من خوب است. این شفاخانه با درجه اعلی می باشد. ما همه منت داریم. به این درگاه سلامتی از همه منطقه‌های کشور ساکنان با تشخیص و طبابت فرا گرفته می‌شوند و در 6 شعبه مرکز کارافتادگان از روی معالجه معاصر شفای کامل می‌یابند. در این روزهای خوشی و فرح انسانی نوروز خجسته و جهانی با تشبث راهبریت مقامات اجرای حاکمیت دولتی ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان در قلعه خم مرکز ناحیه کنفرانس علمی عملی در موضوع نوروز جشن قدیمه نیاگان برگزار گردید. در کار کنفرانس مشورتی فرمانروایان مقامات اجرای حاکمیت دولتی ناحیه، سابقه‌داران مهنت، جوانان روشنرو و مکتبیان اشتراک نمودند. هدف برگزاری کنفرانس مشورتی را مسئولین تشویق و تقریب غایه‌های سازندگی عید بین‌الخلقی نوروز، فرهنگ و تاریخ ملت و معرفی امکانات‌های سیاحی ناحیه و کشور، جلب سیاحان، سرمایه‌گذاری در رشد امکانات‌های صاحبکاری، تحکیم دوستی در داخل و خارج کشور معنیداد نمودند. مقصد از برگزار نمودن چنین چهاربینی‌ها و شب‌نشینی‌ها این باز هم احیا و گسترش بخشیدن جشن‌های قدیمه نیاگانمان از قبیل نوروز میباشد. با برداشت لقمه معرفت از وجود پربرکت اهل سخن، مجلس‌نشینان این همایش مشورتی با سوال‌های خویش بابت راه پیموده نوروز جهانی جواب‌های دقیق و صحیح گرفتند. همایش با قرائت شعبت‌ها اندر ستایش نوروز جهانی از جانب مکتبیان مرکز ناحیه انجام پذیرفت.